سوالش این هست که خواندن سوره علق در نماز سجده مجزا دارد؟ چگونه آن را در نماز دو رکعتی توضیح؟ نمیدونم سوالشون چی هزینه. خوندن سوره علق در بعد از سوره فاتحه سوره علق رو میخونی، چیز خاصی نداره. بعد از سوره فاتحه سوره علق رو میخونی و سوره علق رو که خوندی اگه تا آخر خوندی، آخرین آیه در سوره علق این است که میفرماید واسجد واقترب، سجده کن و نزدیک شد. کلمه این آیه از آیاتی است که سجده تلاوت داره. وقتی که خوندی، بعد اینکه خوندی الله اکبر میری مستقیم میری سجده. درست آخرین آیه هست در سوره علق، مشکلی ایجاد نمیکنه برای شما. الله اکبر بگو برو سجده، یه دونه سجده میکنی به اسم سجده تلاوت. سجده رو که انجام دادی تسبیحاتش هم میتونه همون تسبیحات نمازتون رو بگید و بعد اون میگی الله اکبر، بلند میشی دوباره میستی، مثل اول که چطوری ایستاده بودی میستی. حالا دو حالت داره، یا اینکه شما دوست داری ادامه بدی به قرائت، سوره بعدی رو بخونی یا هر سوره دیگری رو بخونی، جایزه بخونی. یا اینکه نه، نمیخوای ادامه بدی به قرائت، بعد اینکه کامل ایستادی دست رو بلند میگی الله اکبر، میری رکوع و ادامه نمازتون میدی و مشکلی هم ایجاد نمیکنه. یا هر سوره دیگری که درش سجده هست، رسیدی به آیه سجده، میخوای دیگه این آخرین آیه‌ای باشه که میخونی تو اون نمازت، نمیخوای ادامه بدی به قرائت، به همین شیوه عمل میکنی که الان عرض کردم خدمت شما.